سیمای آزادی و با تشکر از اینکه چنین فرصتی به من دادین. من اشرف تقوایی از جمله بیماران شهر اشرفم که چندین ماه از نزدیک شاهد کارشکنی‌های درمانی به اصطلاح بیمارستان عراق جدید چه در ریل درمان خودم و چه بقیه خواهران و برادرانم هستم و میخوام تو این فرصت کوتاه به گوشه از اونا اشاره کنم. طبیعیه که به عنوان یک اشرفی اصلا تمایلی ندارم که بخوام از خودم یا وضعیت خودم بگم، چون اونقدر وضعیت سایر خواهران و برادران بیمارم نگران کننده، خطیر و آزاردهنده است که به واقع درد خودم رو فراموش میکنم. از جمله خواهرم الهام که از سرطان تیروئید رنج میبره و از اجرای قرارش مستمرا ممانعت میکنن و کارشکنی میکنن و من از نزدیک روزانه شاهد تحلیل جسم و جانشم. یا برادرمون کاظم که همچنان به دلیل عدم اجرای قرار دیالیز کلیش متحمل دردای زیادیه. نمونه دیگه خواهرم خاتون که در روز 17 دی در حمله اوباشان و مزدوران رژیم دستش مورد اصابت سنگ قرار گرفت و شکست، ولی نزدیک به چند ماه عمل جراحی دست اون رو عقب انداختن و درد زیادی میکشید و خیلی های دیگه که دلم میخواست فرصت میبود و میتونستم از تک تکشون نام ببرم. بنابراین من الان بیشتر میخوام برای شما بینندگان عزیز این رو روشن کنم که وقتی میگیم بیمارستان عراق جدید یک بیمارستان نیست و شکنجهگاهه، چطور و چگونه و چرا این رو میگیم و میخوام با نمونه‌های مشخص شیوه هایی که این عاملان سرکوب به کار میبرن تا اینجا رو به شکنجهگاه و برگ فشاری بر روی ما مجاهدان پایدار اشرف تبدیل کنن براتون بگم. یکی از این اهرم‌های فشار نفرستادن مترجم همراه بیماران برای اجرای قراره که ما رو هر بار بدون مترجم نزد پزشک میفرستن و برای همین بدون هیچ نتیجه‌ای برمیگردیم. به عنوان مثال خود من رو 3 بار برای اجرای قرارم بدون مترجم نزد پزشک فرستادن و هر 3 بار بی نتیجه برگشتم. یعنی تردد انجام میشد ولی عملا قراری اجرا نمیشد و این خود ریل درمان منو که نباید به تأخیر میافتاد به تأخیر مینداخت. حتی من قبل از اینکه برای اجرای قرارم برم و به هم گفته بودن که نمیتونی با خودت مترجم ببری، شخصا و حضورا به رئیس به اصطلاح بیمارستان عمر خالد که از نظر من سوگند پزشکی و انسانیش رو خیلی ارزون به رژیم ایران و کمیته سرکوب فروخته، هر بار میگفتم آخه من نمیتونم بدون مترجم نزد دکتر برم، ولی عمر خالد با وقاحتی که از کمیته سرکوب و آمرانش به ودیعه گرفته نپذیرفت که همراه من مترجم بیاد. یا شیوه دیگه‌ای که اینها به کار میگیرن تا درمان رو به تأخیر بندازن و بیمار بیشتر درد بکشه به این شکله که بیمارانی که دارای یک پروسه طولانی و صعب العلاج هستن مستمر دکتر متخصصشون رو عوض میکنن تا درمانشون به نتیجه نرسه. البته نباید گفت ایجاد تأخیر در ریل درمان، چون آخه اصلا ریل درمانی وجود نداره، فقط برای سفیدسازی شکنجهگاه خودشون تردد رو انجام میدن و بیماران رو بدون هیچ نتیجه‌ای میبرن بغداد، میچرخونن، سر میدونن و با وضعیت وخیم‌تر نسبت به قبل بیمار رو به اشرف برمیگردونن. باز به عنوان مثال من خودم بعد از بار دوم که تحت عمل جراحی قرار گرفتم، دکترم خواسته بود که منو ویزیت کنه که ببینه مجددا ریل شیمی درمانی میخوام یا نه. ولی عمر خالد به دلیل اینکه باید دستورات کمیته سرکوب اشرف رو مو به مو اجرا کنه تا مزدش رو بگیره، درست تو همین نقطه دکتر منو عوض کرد و به عمد پیش دکتر جدیدی فرستاد، طوری که دکتر جدید حتی حاضر نشد منو ویزیت کنه و به درستی میگفت که تو بیمار من نیستی و تو رو باید همون دکتری که تا الان ریل درمانت رو انجام داده ویزیت کنه و نباید تو این نقطه دکتر دست به دست بشه. و خلاصه بدون هیچ نتیجه برگشتم. یعنی ملاحظه میکنید که دوباره تردد انجام شده، رفت و برگشت به بغداد انجام شده، ولی عملا هیچ قرار پزشکی اجرا نشده. یکی دیگه از شیوه شکنجه اینها نحوه انتقال بیماران اشرف به بیمارستانه. یه قلم آمبولانس این شکنجهگاه از مینیمم امکانات خودروی انتقال بیمار فاقده. بی اغراق آمبولانسی که فقط برای یک بیمار و 2 نفر همراه جا داره 10-12 نفر رو میریزن توش، تازه
عملا هم وقت این 10 نفر به محل بیمارستان تو بغداد می رسیدیم، زمان وقت اداری پزشکان تمام شده بود و دیگه اصلا هیچ معالجه‌ای صورت نمی گرفت، یعنی هیچ ویزیتی صورت نمی گرفت، فقط مواجه می شدیم با یه مشت درای بسته و پایان وقت. چرا حالا این کارو میکردن؟ اینقدر که به خاطر اذیت و آزار حین مسیر وجب به وجب سریطرهای مختلف به بهانه‌های واهی نگه می‌داشتن، بازرسی می‌کردن و خلاصه به این شیوه می‌خواستن زمان رو بکشن، طول بدن که زمان از دست بدیم و باز بی هیچ نتیجه‌ای باور کنید هر 10 نفر همین مسیر رو با همین مشقات برمیگشتیم. دوباره تردد انجام شده ولی هیچ قراری اجرا نشده. تازه ناگفته نمونه که در همین مسیر هم از هر گونه اذیت و آزار دادنمون کوتاهی نمی‌کنن. از اینکه نمیذارن غذا بخریم، آب بخریم، حتی داروهایی که خود دکترها تجویز کردن بخریم و سایر فشارهای روحی مثل گشتن کیفای فردیمون، اومدن سربازاشون با سلاح بالا سرمون تو مطب دکتر حین معاینه و تحقیر و بی‌احترامی‌هایی که تو مسیر با ما می‌کردن. یکی دیگه از شیوه هاشون برای اینکه بیمار رو بتونن بیشتر مورد فشار قرار بدن، وعده و وعید قرارهای پوشالیه که اول هفته میدن و درست روز اجرای قرار اون رو منتفی میکنن و هر هفته این بازی رو با بیماران اشرف در میارن. در این رابطه باز خود من چندین بار سر خودم موردش رو داشتم که با من این کارو کردن. مثلا در تاریخ 30/12/2010 قرار تخصصی تو بیمارستان بغداد داشتم. به رغم اینکه روز قبلش یعنی 29/10/2010 مقدم لطیف قاتل فرمانده گردان ارتش تحت امر کمیته و عمر خالد شکنجهگر مدیر این به اصطلاح بیمارستان تاکید کرده بود که تردد من همراه بقیه بیماران صعب العلاج حتما در این روز انجام بشه، ولی عصر همون روز دکتر شیفتشون حسام به من گفت تردد فردای تو منتفیه و بدون اینکه هیچ دلیلی رو طرح کنه. همچنین در تاریخ 9/2/2011 به رغم اینکه قرار بود منو به مرکز پزشکی خاصی تو بغداد ببرن، ولی بعد از ظهر روز قبلش دوباره تردد منو منتفی کردن. دلیل دیگه ای که ما میگیم این بیمارستان شکنجهگاهه، نصب 100 بلندگو از 210 بلندگوی اشرفه که به دیوار اطراف این به اصطلاح بیمارستان نصب کردن و باور کنید 24 ساعته از صدای عربده و فحش و فضیحت هایی که فقط لایق خودشونه دقیقه نمیشه آسایش داشت. اینجا واقعا یک دقیقه پیدا نمیشه که سکوت به این بیمارستان حاکم باشه، طوری که وقتی من خودم از عمل برگشته بودم و تحت شیمی درمانی بودم، این فشارها منو به نقطه رسون که اصرار میکردم که من مداوا در اینجا رو نخواستم، من نمیخوام اینجا باشم. ولی ناگفته نمونه که نه تنها اجازه ندادن که من از اونجا برم، بلکه به عمد برای بالا بردن فشار شب تا صبح صدای تلویزیون خودشون رو که دیوار به دیوار اتاق بستری ما بود تا آخر بلند کردن و دقیقاً همدست و همخط وزارت اطلاعات و همون وحوش سیرک مزدوران وزارت اطلاعات، برای اینکه خوشخدمتی نکرده‌ای در برابر کمیته سرکوب اشرف نداشته باشن. یا یه نمونه دیگه همین مسیریه که ما باید طی کنیم برای گرفتن یه خشاب قرص یا یه پیگیری قرار تا بتونیم به این محل برسیم. به عمد مسیر رو طوری کردن که از کنار این وحوش مزدور تحت نام خانواده الدنگ آوردن که رد بشیم و اونها تو این مسیر به ما هر چی میتونن فحش و فضیحت میدن، اهانت میکنن، حتی آتشقال و سنگ پرتاب میکنن و از هیچ دنایتی فروگذار نمیکنن. از این مرحله که رد میشیم به سیطره میرسیم که یه مشت سرباز با سلاح جلوی آدم رو میگیرن، بعد دوباره سیطره، بعد همینطور تا خلاصه از این تونل وحشت بعد رد بشیم که آدم نمیدونه وارد پادگان شده یا بیمارستان. خب ما این بیمارستان شما رو نمیخوایم، برین خودتون رو توش مداوا کنید. دیگه بار آخر من خودم گفتم که من حاضرم بمیرم ولی دیگه پامو اونجا نذارم.